به نام خدا. سلام، من محمد تاجیک هستم و اینجا تاجیک آکادمیه. با یه تست دیگه از مبحث عدد اتمی عدد جرمی در خدمتتونیم. بریم سراغ تست. گفته عدد جرمی عنصری 45 و تفاوت شمار نوترون ها و پروتون های هسته آن برابر با 3 است. شمار الکترون های این عنصر کدام است؟ اطلاعات مسئله رو این بالا برای خودمون بنویسیم. عدد جرمی میشه آ مساوی است با 45. تفاوت شمار نوترون ها و پروتون های هسته n منهای z مساوی است با 3. شمار الکترون های این عنصر کدام است؟ ای رو از ما خواسته. حالا من از کجا فهمیدم n منهای z منهای n نبوده؟ هر وقت به ما تفاوت شمار نوترون ها با پروتون ها رو داد و عدد جرمی بیشتر از 1 بود، حتما n منهای z درسته. چرا اگه 1 بود درست نیست؟ تنها حالتی که این رابطه برقرار نیست توی حالت هیدروژن 1-1 که با توجه به رابطه عدد جرمی آ مساوی است با z به علاوه n، این عدد جرمیش 1، عدد اتمیش 1، پس تعداد نوترون هاش میشه 0. تنها در این حالته که عدد اتمی یا z یا تعداد پروتون ها از تعداد نوترون ها بیشتره. تو مابقی حالت ها که عدد جرمی اون بیشتر از 1، آ بزرگتر از 1، رابطه n منهای z برقراره. خب این از توضیح این قسمت. من اینا رو پاک کنم. این اطلاعات مسئله. با توجه به رابطه عدد جرمی داریم آ مساوی است با z به علاوه n. خب میخوام یه سوال ازتون بپرسم. آیا میتونم من این رابطه رو این شکلی بنویسم؟ آ مساوی است با n به علاوه z. کار خاصی نکردم، فقط این دوتا رو با هم جابجا کردم. پس اگه اوکیه ما میتونیم یک رابطه دو معادل دو مجهول داشته باشیم. چطوری؟ اینجا داریم n به علاوه z بود 45، همون عدد جرمی مجموعه نوترون ها و پروتون ها. از این ورم داریم اختلاف نوترون ها و پروتون ها یا همون عدد اتمی مساوی است با 3. خب z با z میره، داریم 2n مساوی است با 48. بعد با هم جمع کنیم. خب n مساوی است با 24. از اینجا n رو به دست آوردیم. حالا n رو میتونیم یا بذاریم تو رابطه عدد جرمی یا میتونیم بذاریم تو این رابطه، هیچ فرقی نداره. من میذارم تو همین رابطه عدد جرمی. 45 مساوی است با 24 که تعداد نوترون هامونه به علاوه z. z چند به دست میاد؟ z به دست میاد 21. چون اتم خنثیست پس تعداد پروتون ها یا عدد اتمی با تعداد الکترون ها برابره و تعداد الکترون ها اونم همون 21 و جواب میشه گزینه 1.